جناب پیغمبر گفتن که وقتی که دوست اختیار میکنی نگاه کن، نظر کن که چی نوع دوست اختیار کرده. اون دوستی که زنگت میزنه میگه برو فلان بر میرویم، برو فلان طربخانه میرویم، فلان جای فاحشه خانه میرویم، والله قسم وای دشمنی تو هست، وای دوستت نیست. فکر نکن امروز جوره جانی تای وای ترا میدونی چی فریاد و دعوت داره؟ میگه برادر جهنمت ببرم، برادر از رحمت خدا محروم و بی‌نصیبت بگردانم، برادر به بدبختی و خاری و عذاب دنیا و آخرت مبتلا بگردانم. دلالت همین داره برادر. او یه لحظه طربخانه میره، عیش عشرت میره، پیش یک بیوه میره حرامی، دلالتش هم نیست که ابدی حیاتت بدبختانه و بی‌برکتانه میگذره و آخرت هم میسوزانی، آخرت ویرانه میکنی. تأثیر دوست 100% در انسان زیاد تأثیر میکنه. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سرور اولاد آدم، کجا شد احمد محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک. و یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس میکرد وفایی، نمیکرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد.